حضور همدلی تذکرک بهتر هستن است که دوست ما شما عزیزم. کل ما همدل باشیم، یکدیگر رو دوست داشته باشیم. هر کس افغان است افغان باشه، هر کس تاجک است تاجک باشه، هر کس هزاره است هزاره باشه. اما هیچ کس یکدیگر نمیتونه را یک دوست چیزی را داشته سر یک باشیم. این گپ درست، من این گپ رو تایید میکنم. ما هم این گپ میزنم، یک دیگر رو دوست داشته باشم، اتفاق اتحاد داشته باشیم. اما ای که یک نفر می نام یک به حساب یک ملیت یا یک قوم است یک قوم دیگه می قبولونه، این کار اشتباهه است. من خودم تاجک هستم، کس نمیتونه مرا افغان بگه. تو افغان هستی، من نمیتونم تو رو تاجک بگم. هر کس از خود دوست عزیزم، صدایت خراب است. چیز داره. اینترنتتان ضعیف است، صدایتان ما نمیشنویم. اینترنتتان خراب است متاسفانه دوست عزیز، صدایتان ما نمیشنیدیم. ملاله جان بفرمایید. بله. سلام استاد محترم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت شما خوب که هستین؟ رسی پایان شدن، من از استاد خراسانی با کسی که بالا شده بود من از اونا سوال میکردم که چرا کسی که می نام خراسانی در سرش هست فحش میگن، توهین میکنن. استاد محترم بسیار توهین میکنن، مخصوصا استاد بزرگوارشان رئیس جمهور خراسان وقتی که میشینن به جز از افغان و پشتون دیگه هیچ چیز در زبانشان نیست و میگه که وقتی که یک افغان میبینین در فرقش در کارتوس بزنین، بکشینش. 100% هم نظرتان هستم. من بخیر که میبینم خراسانی دلم بد میشه، دل بد میشم، چون همشان توهین میکنن. یکی دیگه ای که امی لوگوی از اینا که هسته یک لوگوست که 2 خوشه گندم است. اینا که قدر اساسیت دارن با ما، با پشتونا، با بیرق افغانستان، چرا لوگویشان 2 خوشه گندم است که در تمام جهان صرف و صرف از احمد شاه بابا بود که در سرش وقتی که به شاهی میرسه در سرش 2 خوشه گندم میمونه و بیرق ما تا امروز 2 خوشه گندم است. یکی و دومی که یمی کسی که آمده بود پیشتر که میگفت من افغان نیستم، اما عکس شکل مانده بود از یک کسی را. او استاد محترم مطلق بیسواد است. او صرف میگه که افغان جل مرکب، افغان لواتت، افغان کاغذ تشناب، افغان اینی چیز، افغان اینی هیچ. بس اینی چیز میگه استاد، دیگه هیچ چیز نمیفهم. مرا در 2 جای ما بالا شدم، مرا بلاک کرد، اصلا سوالای مرا جواب نداد استاد. من گفتم کاش که یک دفعه اینم اینجا بیه که از پیش سوال کنیم که درباره تاریخ خود بگوید. ضرور نیست که بگویم من افغان نیستم، افغان یعنی کاغذ تشناب، افغان یعنی خلاصه افغان جل مرکب. استاد من یک سوال میکنم که می جل مرکبش چی است؟ استاد اینمی کسایی که میگم من خراسانی نیستم و من افغان نیستم، اینمی 2 طایفه استاد آنقدر بی تربیه هستن که هیچ اندازه نداره. استاد محترم دیگه کسی نیست دیگه جواب مرا بتن استاد. خیلی سلامت باشین که من باید برم که درس ساعت 8:30 شروع میشه. من فقط ملاله جان یک پیشنهاد دارم به تمام اقوام افغانستان، تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، تمام اقوام افغانستان متاسفانه مرا اشتباه درک میکنن. درک مردم ما آنقدر ضعیف شده که اگر آدم با زبان نرم هرقدر صحبت بکنه، هرقدر کوشش بکنه که به برادری و همدلی دعوت بکنه، این عزیزان من نمیفهمم کجای کار ایراد و مشکل داره که متوجه صحبتهای اساسی انسان ها نمیشوند و بالاخره آدم مجبور میشه و بگوید با یک صحبت من نمیتونم که تمام دیدگاه ها را تغییر بدیم. اگر نه من هیچ وقت خدا نخواسته من همیشه میگم که لعنت به انسانهای متعصب و قوم پرست. هر کسی که قوم خود برتری قائل شود نسبت به قوم دیگر واقعا انسان متعصب و قوم پرست است. خواست من از تمام جوانان فقط و فقط امی است که تمام اقوام افغانستان بدون در نظر داشته کینه و عقده هم دیگرتان دوست داشته باشین، احترام قائل شوین، واژه های توهین آمیز به مردم استفاده نکنین، کلمه افغان به تمسخر نگیرین، چون شما با احساسات میلیون ها انسان بازی میکنین. چون این واژه افغان از دید شما درست است که میگن ما نیستیم افغان، ما شما را تغییر داده نمیتونیم، اما میلیون ها شهروندان از او سرزمین خود متعلق به این واژه میدانند.
چی از قوم پشتون، چی از تاجک، چی ازبک، هزاره، سادات و تمام اقوام افغانستان. این که یک تعداد